جدیدترین اخبار یورو و خبرهای داغ مربوط به رونالدو و مردمی که دیگه نمیخوان رونالدو براشون بازی کنه، هم تیمی شدن بنزما و رونالدو، خلاصه بازی اسپانیا فرانسه و اعتراف امباپه به عملکرد بدش بعد از حذف فرانسه. پس تا آخر ویدیو با اخبار جدید یورو همراه باشید. اول بریم سراغ خداحافظی تونی از دنیای فوتبال و قدردانی از اون توسط تیم ملی آلمان و برند آدیداس. تونی کروس توی یه پست از فوتبال هوادارا و خانواده‌اش خداحافظی کرد که تیم ملی آلمان هم با این متن زیبا جواب زحمات و تلاش‌های تونی رو میده. چه سفری بود، با هم در اوج بودیم و فرود رو هم تجربه کردیم. در این بین راهمون از هم جدا شد، ولی به خاطر آلمان دوباره همو پیدا کردیم. از دستاوردهای بی‌نظیرت قدردانی می‌کنیم و مفتخریم که تونستیم در کنارت این راه رو طی کنیم. تونی طی دوران حرفه‌ای خودش همیشه از کفش‌های 11 پرو استفاده می‌کرد. آدیداس هم به افتخار تونی کروس و به مناسبت خداحافظی اون نام کفش‌های معروف 11 پرو آلمانی رو به تیکی پرو تغییر داد. ارزش بازیکنان یورو: فرانسه گرانتر از اسپانیا. تو نیمه نهایی یورو 2024 دو تیم فرانسه و اسپانیا به مصاف هم رفتن. تو دقیقه 7 با پاس گل امباپه و ضربه سر مونی فرانسه یک گل جلو میفته. اسپانیا هم توی همون نیمه اول کامبک میده، با گل یامال بازی رو مساوی میکنه و با گل اولمو 2-1 جلو میفتن. دو تیم این نتیجه رو تا پایان بازی حفظ میکنن و اینجوری میشه که اسپانیا فینالیست یورو 2024 میشه. بهترین بازیکن زمین لامین یامال 17 ساله و صحبت‌های امباپه هم بد نیست که بشنویم. امباپه بعد از حذف شدن از یورو میگه شما تو فوتبال یا خوبین یا نه. من خوب نبودم. یورو برای من یک شکست بود. میخواستم قهرمان اروپا بشم، ولی حالا به تعطیلات میرم و خوب استراحت میکنم. مجله اپتا در گزارشی به گران قیمت ترین بازیکنان دو تیم پرداخته که کیلیان امباپه در صدر اون لیست قرار داره. ارزش امباپه 180 میلیون یورو اعلام شده که بعد از امباپه در جایگاه دوم رودری با قیمت 120 میلیون یورو حضور داره. کاماوینگا و شوامنی با 100 میلیون یورو در رده‌های سوم و چهارم و لامین یامال با ارزش 90 میلیون یورو پنجمین بازیکن گران قیمت دو تیم بود. ارزش کل بازیکنان فرانسه 1 میلیارد و 230 میلیون یورو و بازیکنان اسپانیا 965 میلیون یورو. این هم از ارزش بازیکنان دو تیم اسپانیا و فرانسه. قبل اینکه بریم سراغ ادامه ویدیو ممنون میشم دکمه لایک ویدیو رو برام بزنید. آقا بالاخره یه رکورد هم از کیلیان امباپه دیدیم. امباپه‌ای که برخلاف تصورات تو یورو 2024 واقعا عملکرد بسیار ضعیفی رو داشت. مثلا تو این بازی پرتغال فرانسه فقط 2 تا شوت در چارچوب و 2 تا هم خلق موقعیت داشت و نشریه اکیپ که خیلی هم سخت امتیاز میده به امباپه نمره 2 از 10 رو داده. یه جورایی میشه گفت که اصلا امباپه تو یورو 2024 محو شد واقعا. ولی توی رده‌بندی‌های یورو سریع‌ترین بازیکن یورو تا پایان مرحله 1/4 نهایی شد که این هم نهایت رکوردی بود که تونست تو یورو از خودش به جا بذاره. مشکل پرتغال کریستیانو رونالدو نیست. کریستیانو رونالدویی که روزنامه پرتغالی ابولا توی یه مقاله زده که ممنونیم رونالدو، وقتش رسیده که بری، و بعدش هم به شکست پرتغال اشاره میکنه و میگه در پرتغال همه در خدمت رونالدو بودن ولی دیگه زمان ودا با این ابرستاره رسیده و بجز این مقاله یه سری صحبت‌های دیگه هم به گوش میرسه که رونالدو بهتره بره. اما واقعیت اینه که رونالدو توی این یورو تقریبا میشه گفت یه پاس به درد بخورم نداشت. حالا یه موقعیت خوب براش پیش اومد که اونم به برونو پاس داد. ولی رونالدو برخلاف این مقالات و صحبت‌های در حاشیه هنوز تسلیم نشده و به صورت تلویحی از تمایلش برای ادامه دادن در تیم ملی خبر داده. رونالدو از هواداران، هم‌تیمی‌ها و دستاوردهای تیم ملی پرتغال هم قدردانی کرده و گفته که میراث قابل احترام این تیم چه درون و چه بیرون از زمین ادامه خواهد داشت. و نشریه ابولا باز هم راجع به کریس گفته. کریستیانو رونالدو فعلا قصدشو نداره از فوتبال بازنشسته بشه و مایله که با پسرش جونیور توی یه مسابقه رسمی شرکت کنه. یه نگاه هم بندازیم به بازیکنانی که بیشتر از همه جایزه برترین بازیکن مسابقات یورو رو کسب کردن. کریستیانو رونالدو و اینیستا هر کدوم 6 بار، ژاوی 5 بار، زیدان، مودریچ و پیرلو هم هر کدوم 4 بار. در ادامه میریم سراغ فوتبال عربستان و نارضایتی بازیکنان از بنزما.
و حالا که تو فاصله 36 روزه تا شروع پریمیر لیگ قرار داریم، یه نگاه میندازیم به نقل و انتقالات فوتبال اروپا. خب چه خبر از فوتبال عربستان؟ شورش بازیکنان الاتحاد علیه بنزما. سایت عربستانی کوره نوشته که بازیکنان الاتحاد دوست ندارن با بنزما هم بازی باشن و بنزما رو دلیل اصلی مشکلات اخیر تیم میدونن. باشگاه الاتحاد این روزا مشکلات زیادی پیدا کرده، مثلا استعفای رئیس هیئت مدیره که به دنبال اون اعضای تیم هیئت مدیره هم میخوان استعفا بدن. بنزما دلیل اصلی اخراج نونو اسپریتو و در دوران گایاردو هم مشکل ساز بود و زمینه ساز اخراج این سرمربی شد. حالا الاتحاد به النصر پیشنهاد داده که بنزما رو با تالیسکا و سادیو مانه معاوضه کنه. سادیو مانه‌ای که اونم مثل بنزما تو عربستان جایی نداره. سادیو مانه بعد از اینکه از لیورپول جدا شد روزهای تلخی رو تجربه کرد. اون اول به بایر مونیخ رفت و بعد از اینکه یه فصل ناامید کننده رو پشت سر گذاشت از بایر مونیخ به النصر عربستان میاد. اما توی النصر عربستان هم ضعیف عمل میکنه این بازیکن و هواداری النصر از اون ناراضی میشن، تا جایی که حتی پادرمیونی کریس رونالدو هم در این زمینه جوابگو نبود. از این طرف کاسترو سرمربی النصر اون در فهرست فصل بعدی خودش قرار نداده و از این طرف دیگه هم ماتیاس سرمربی آلمانی الاهلی در جواب پیشنهادی که النصر به این تیم داده بود اعلام کرده که به این بازیکن احتیاجی ندارن. عملکرد بی‌نظیر آرژانتین بعد از کوپای سال 2019: 52 بازی، 2 باخت و 3 جام. یعنی تعداد جام‌ها از تعداد شکست‌ها بیشتره که این عملکرد رو میشه گفت مدیون مسی ان. اما اگه مسی نبود به نظرتون آرژانتین میتونست به این آمار برسه یا نه؟ میتونید توی کامنت‌ها جوابتون رو بنویسید. خب بد نیست یه نگاه هم بندازیم به مقایسه عملکرد رونالدو و مسی در پنالتی گیری و پنالتی زنی دوران حرفه‌ای. رونالدو 206 تا و مسی 154 تا پنالتی گرفته. رونالدو 174 پنالتی گل کرده و مسی 121 دونه. رونالدو 32 پنالتی خراب کرده و لیونل مسی هم 33 تا. و درصد گل زدن پنالتیاشون هم رونالدو 84% و مسی 78%. خب رسیدیم به اخبار نقل و انتقالات. باشگاه مارسی اخیراً پیشنهادی به منچستر یونایتد برای جذب میسون گرین‌وود داده. مذاکرات در حال انجامه و خود بازیکن هم چراغ سبز نشون داده. مکس کیلمان مدافع 27 ساله وولورهمپتون با قراردادی 7 ساله به ارزش 47 میلیون یورو راهی وستهام شد. حالا قبلا هم یه پیشنهاد 25 میلیون یورویی از وستهام داشته بود این بازیکن، ولی پیشنهادشون رو رد کرده بود، اما مقابل پیشنهاد 47 میلیون یورویی دیگه نتونست دووم بیاره. و یه خبرم از محمد صلاح و لیورپول. محمد صلاح قراردادش تو سال 2025 با این تیم دیگه تموم میشه، ولی لیورپول امیدواره که صلاح تا قبل از پایان قراردادش دوباره با این تیم تمدید کنه و هنوز توی ترکیب تیم باشه. خب اینم از آخرین خبرهای نقل و انتقالات. تو چنل سوپر گل جدیدترین اخبار یورو، اخبار نقل و انتقالات، حواشی بازی‌ها و کلی ویدیوی فوتبالی دیگه است که میتونی از چنل دیدن کنی و ویدیوهای جدید کانال رو هم ببینی. سابسکرایب چنل هم یادتون نره. گودبای.